دکان‌های کتاب فروشی نزد مسجد مرکزی دوشنبه یکی از مکان‌های اساسی دسترس کردن ادبیات دینی در پایتخت. ماه اوگوست سال گذشته مقامات در این دکان‌ها را بستند. کسی سببش را رسما شرح نداد. بسته شدن در دکان‌های فروش ادبیات دینی یکی از موضوعهای نشست خبری کمیته دین بود. مقامات مسئله را چنین شرح دادند. وابسته با مسئله استحصال صادر ورود و پهن نمودن ادبیات دینی از جانب کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم چون هر ساله ریدهای مشترک در تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری گذرانده شدند. در رفت رید تعداد زیادی قانونشکنی‌ها یعنی چاپ غیر قانونی واردات ادبیات دینی از خارج کشور به جمهوری. مقامات مشخصا نگفتند که از نقطه‌های کتاب فروشی کدام ادبیات ممنوع را پیدا کردند، حالان که بسیار کتاب‌هایی که در نزد مسجد مرکزی فروخته می‌شدند با اجازه خود کمیته دین چاپ می‌شدند. در رفت ریدها تعداد معینی کتاب‌ها مصادره کرده شدند. عین حال برای فروش ادبیات دینی از جانب کمیته دین یگان محدودیت جاری کرده نشده است. با در نظر داشتی دسترسی مردم به شبکه اینترنت اکثریت امروز از اینترنت استفاده میبرند، یعنی ادبیات دینی عموما برای قانع کردن احتیاجات دینی خود و استفاده ادبیات دینی در شکل کتاب کم به نظر میرسد. دکان‌های کتاب فروشی حالا گشادند، اما در بیشتر نقطه‌ها کتاب‌های دینی کم بود و به جای آن اشیاء دینی فروخته می‌شد. فروشندگان حاضر نشدند در نزد دوربین صحبت کنند. برخیشان در صحبت بدون میکروفون گفتند مقامات کتاب‌ها را برای تشخیص بردند، اما آنها را تا حال بازپس ندادند. بار اول نیست که برای فروش ادبیات دینی در کشور مشکلی پیش می آید. سال گذشته مقامات اجازه ندادند که یک صاحبکار از افغانستان به کشور 13 تانه کتاب قرآن وارد کند. مقامات گفتند او قبلا باید اجازه می گرفت. سازمان‌های حامی حقوق‌بارها حکومت تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی‌های دینی مردم و مانع شدن به اجرای رسم و آیین مذهبی تنقید کردند. مقامات این انتقاد را قبول ندارند. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.